السلام علیکم هموطنان محترم و برادران عزیز. در برنامه آنلاینی اینترنتی از مرکز اسلامی با شما هستیم و در این روزها و در فضیلت دهه ماه ذوالحجه و در باره این فریضه الهی حکمت حج ما با شما صحبت داریم. خداوند منان را شکرانه میکنیم بر اینکه برای بندگانش موسم های گذاشتگی هست که در اون موسم ها خداوند بندگانش را امر میکند و پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکند که این روزها روزهایی هستند که بندگان خدا میتوانند با خداوند نزدیک شوند. یکی از اون روزها و از اون عبادت های موسمی دهه ذوالحجه، ماه مبارک ذوالحجه است که از نامش معلوم است که ذوالحجه یعنی ماهی که در این ماه حج هست، حج انجام می شود. بنابراین برادران عزیز، اگرچه در قرآن عظیم و شان و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ما نظر بکنیم، فضیلت زیاد در این دهه روزهای ذوالحجه میابیم که برای اون انسانایی که قدرت پیدا نکردند و راه یعنی معونت راه را نداشتند، دارایی مال راهگیرای حج را نداشتند و خداوند اونها را لبیک نگفت، امسال میتوانند که در خانه نشسته با این اعمال چنگ بزنند و اونها بسا اجر و پاداش زیاد میگیرند. خداوند به این روزها در قرآن عظیم و شان قسم میخورد و الفجر و لیال عشر. شما ببینید، یعنی قسم به فجر و اون 10 روز که امروز ما در روز اولی ماه ذوالحجه قرار داریم. امروز روز 28م، روز چهارشنبه اولی ماه ذوالحجه داخل شد. و برادران عزیز، در دیگر جای قرآن وقتی که درباره حجاج الله رب العزت صحبت میکند، میگه لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات. یعنی اون حاجی هایی که در حج هستند منفعت های خودشان را مشاهده کنند و در ایام معلومات که عبدالله ابن عباس میگوید که معلومات، ایام معلومات در همین 10 روز ذوالحجه است. میگه در این 10 روز ذوالحجه خداوند را ذکر بکنند. بنابراین در حدیثی صحیح پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که ما من ایام احب العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الایام ای من 10 ذی الحجه. وقالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این حدیث در ابو داود، در بخاری و در دیگر کتاب های احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت میشه، وارد می شود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که هیچ روز عمل صالح محبوب در نزد خدا از این 10 روز نیست. اون علمین 10 روز ماه ذوالحجه است. 10 روز ماه ذوالحجه است. حتی شما ببینید که صحابه کرام پرسیدن که ولا الجهاد، یعنی روزه داشتن، نماز خواندن، قربانی کردن، صدقه کردن، ذکر، تسبیح و تحمید و تحلیل گفتن افضلتر در این روزا افضلتر از جهاد است در راه خدا. پیامبر گفت که ولا الجهاد، یعنی از جهاد هم افضلتر است. اما امروز ما صحبت در اون موردی میکنیم که در اینجا دو صاحب شریعت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اشاره میکند با 2 عمل در این روزها که هر دی اینها در حدیث صحیح ثابت شدند که از جهاد در راه خدا افضلند. یعنی تسبیح گفتن، تحمید گفتن، تحلیل گفتن، صدقه کردن، روزه داشتن در این روز که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه از جهاد در راه خدا افضل است.
یا در روایت عایشه ثابت است در حدیث های صحیح که گفتن که آیا جهاد افضلی عمل نیست که الا نجاهد، آیا جهاد نمی کنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت افضل منه حج المبرور، حج مبروری که در اون فسق و فجور و جنگ و جدال نباشد، اون حج بهتر از جهاد در راه خدا هست. یعنی امروز ما برادران عزیز بر اینها اشاره میکنیم. پس اون برادرانی که میخواهند اعمال صالح انجام بدن و پیش خدا مقام منزلت پیدا کنند و گناهانشان بخشیده شود، در این دهه ذوالحجه این را استفاده کنند. حتی در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم روز عرفه را در حدیث مسلم در روایت قتاده، ابی قتاده رضی الله تعالی عنه روایت می شود که سئل النبی صلی الله علیه و سلم از صوم یوم العرفه، یعنی پیامبر خدا را از روزه داشتن روز عرفه پرسیدند، یعنی روز نهم ماه ذوالحجه، روزی که حاجی‌ها در عرفه هستند. در اون روز پرسیدند که آیا اون چی فضیلت دارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که قال بی و امی و روحی، یعنی قسم به پدر و مادر و روحم. به همه اینها پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کردن، گفتن یکفر سنه الماضیه و الباقیه، یعنی اون یک سال گذشته گناهانش را میبخشاید و یک سال آینده آمدگی را گناهانش را میبخشاید، یعنی روز عرفه. بنابراین در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره هست، خوشخبری هست برای آنانی که نتوانستند در عرفه در این حج شرکت بکنند، این روز عرفه را روزه بگیرند، یک سال گذشته و سال آینده خداشون را گناهانشان را ببخشایند، با اخلاص و للهیت با بندگی روزه بگیرند. و در این دهه ذوالحجه بسیار چیزهای هست. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که پاکترین روزهایی که در اون روزها صدقه میکنید این روزهای انمین 10 روز ماه ذوالحجه است. با اتفاق علما این 10 روز در پوره سال از همه روزها فضیلت و با مرتبه هست. و هر عملی نیک، صدقه کردن در این روز، نیک گفتن، دست یتیمان و مسکینان را گرفتن، نیکی کردن با پدر و مادر، نیک و خلق احسان، حسن خلق داشتن در میان مردم و روزه داشتن. خصوصا در احادیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که هر روز از این 10 روز ذوالحجه یکفر السنه، یک گناهان یک ساله را میبخشاید نزد خداوند. بنابراین این دهه ذوالحجه را باید قدر و قیمت کرد. خداوند در قرآن عظیم الشان با این 10 روز قسم میخورد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در صحیح البخاری با روایت ابن عباس پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که هیچ روزهای عمل صالح دوست داشته‌تر نزد خدا نیست مگر در این 10 روز ذوالحجه. و گفتیم و روز عرفه اگر روزه بگیرن، در اینجا یک اشاره باید بکنیم که حاجیانی که در عرفات هستند اونها را روزه نداشتنشون افضل است، چون که اونها در مقابل اینکه تسبیح و تهلیل و تکبیر میگویند در اونجا با دعا مشغولند، با عبادت که از مینا به عرفات، از عرفات به مزدلفه و از اونجا با رمی جمرات که با سنگزنی شیطان میروند، با اون قدرت و توانی که دارن اون رو باید حفظ بکنن. روزه نداشتنشون افضل است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کان یوم العرفه مفطرا، یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روز عرفه روزه نداشتن، روزشون خوردگی بدن در روز عرفه.